سلام، من سوسن فرخ‌نیا هستم، هنرپیشه، کارگردان و مدرس تئاتر. در 23 سالگی ایران رو ترک کردم برای ادامه تحصیل، چون فارغ التحصیل دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا رشته نمایشی هستم و مدتی هم تو ایران با کانون پرورش فکری کودکان و تلویزیون جام جم و روی صحنه و اینا کار کردم، ولی بعداً به هم بورس دادن که برم فرانسه و دکترامو بگیرم و برگردم ایران در دانشگاه هنر به اسم دانشگاه فارابی تدریس کنم همزمان که بازی میکنم. خب انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و من برنگشتم به علتی که پدر مادرم گفتن اصلا دیگه جایی نیست که یک جوان به خصوص یک زن رشد کنه و تمام اون تجربیاتی که میخواد تو زندگی بتونه انجام بده. و منم مثل خیلی های دیگه مجبور شدم بمونم دور از سرزمین مادری. مدتها فرانسه بودم با فرانسوی ها و بعد با انگلیس ها کار کردم. بعد 1991 اومدم انگلستان و اومدم لندن. خب در جا قبل از اینکه من شروع کنم خیلی از هنرمندای ایرانی، هنرمندای تئاتر ایرانی داشتن کار تئاتر میکردن و من خیلی دلم تنگ شده بود برای اینکه کار تئاتر به زبان فارسی بکنم و رو صحنه با دوستای ایرانیم برم رو صحنه، هنرپیشه‌های ایرانی. نتیجتا دیگه این دلتنگی باعث شد که تمام تمرکزم رو بذارم برای این که بتونم یک گروه با یک ساختمان درست اداری و یک خیریه به عنوان گروه تئاتر سام رو تأسیس کنم و الان 23 ساله که من تمام تمرکزم در این بوده که یا مشاور هنری بودم یا کارگردانی کردم یا بازی کردم و همش به زبان فارسی تا جایی که تونستم و هر سال یک برنامه بردم روی صحنه و همین باعث شده که الان ما یک فضای بسیار بسیار خوب، سالم، مهربانی رو داریم که بچه‌های تئاتر با هم دیگه کار میکنن و دیگران هم که میان از شهرهای دیگه یا از کشورهای اروپایی دیگه با آغوش باز میپذیریم و همه سعی میکنیم اون چه که داریم رو تقسیم کنیم و کم 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 خیلی از تماشاگران ایرانی هم اطمینان میکنن و دوست دارن میان سالن‌های ما رو پر میکنن. در نمایش اخیر که یکی از آثار شکسپیر بود، الوسینی ها، که من اقتباس کرده بودم از مکبث شکسپیر، واقعا 500 تا 600 تا بلیط خریده شد و ایرانی ها اومدن وسط لندن به شکسپیر بزرگ به زبان فارسی گوش دادن و خب برای ما خیلی افتخار بود که بتونیم یه همچین کار برسیم به یه جایی که همچین کاری رو بتونیم اینجا انجام بدیم. ازم پرسیدن چطوره که یه رابطه مهربانانه توی جامعه ایرانیا با همه دارم. برای اینکه من همیشه فکر کردم یه دست صدا نداره، همیشه فکر کردم باید همه با هم کار کنیم، خیلی به داشتن اتحاد با هم دیگه، به اینی که هم دیگه رو بفهمیم، به هم گوش بدیم و نه تنها گوش بدیم، بشنویم که چی داریم میگیم، همدیگر رو پشتیبانی کنیم از همدیگه که بتونیم هممون به رویاهامون برسیم، به رویاهای هنریمون. حالا در مورد من هیچ وقت فکر نکردم وقتی یه نمایش رو کارگردانی میکنم فقط خلاقیت منه. همیشه به هنرپیشه‌ام گفتم این خلاقیت همه ماست با هم دیگه. برای همینم خیلی ممنونم از هنرپیشه‌ام که انقدر من اطمینان میکنن یا از شاگردام و واقعا همکاری میکنن تا یه کاری بره جلو. فکر میکنم دلیلش اینه، به همدیگه احترام گذاشتن، قدر همدیگر رو دونستن و واقعا به این معتقد بودن که یک دست صدا نداره، فقط اینه که دست تو دست همدیگه میتونیم بریم جلو. من روز زن رو به همه تبریک میگم، به همه مادرایی که این همه فداکاری کردن و پدرها شغلاشون رو ول کردن به خاطر اینکه بچه هاشون تو فضای سالمتری زندگی کنن اومدن اینجا. من فکر میکنم اصلا باید یه جایزه سپاس براشون گذاشت. تمام هنرمندایی که اینقدر کوشش کردن، کسایی که تو
خارج از کشور سعی کردن صدای آزاد ایران رو نگه دارن، چه زن چه مرد. نشون دادن که واقعا شما هر جا میرین، دکترای ایرانی، ناسا، هر جا میرین اسم ایرانی هست و من خیلی افتخار میکنم به این قضیه. روز زن مبارک و امیدوارم که به همین شکل ادامه بدیم و یه روزی همه این تجربیات رو ببریم تو سرزمین مادری و کمک کنیم که این عقب موندن چندین و چند ساله جبران بشه. مرسی.